سلام دوستان، شینی هستم با یه ویدیو دیگه. این دفعه میخوایم بریم ببینیم فریلنسر توی هیتمن چیه. یک توضیح کلی بهتون میدم. بذارید برم توی چیز. فریلنسر یه نوع یه پلی موده که فانه، خداییش من خوشم میاد ازش، فقط خیلی بیرحمه. الان بریم تو بهتون توضیح میدم چرا. خب بیسیک قضیه چیه؟ شما یه خونه خیلی گنده داری، اونجا مقر اصلیته و کم کم که میری جلو، لولای رو که میری، لولت که توی فریلنسر میره بالا، میتونی جاهای مختلف خونه رو مثلا تزیین کنی. مثلا من الان تو گاراژم 3 ماشین یه موتور دارم. مثلا این کلیت کاره که مقر رو بخواستم بهتون توضیح بدم. حالا خود بازی چیه؟ شما یه سری کانترکت‌ها رو میگیری و باید یه کمپین شروع میشه. یه کمپین خیلی طولانیه. خب و اگه یک بار به بازی، حالا الان بهتون میگم، یه سری میشن کوچیکتر داره تا برسه به یه میشن اصلی. خب الان بذارید رو مپ بهتون نشون بدم. پایین مپ رو میبینید، کمپین پروگرس. من 3 تا رفتم و باسو زدم. الان 2 تا رفتم، یه دونه دیگه برم باسو باید بزنم. باسش هم با آمزه است. حالا بعداً بهتون میگم چجوریه. حالا اگر تو مرحله های غیر باس به بازی، اینجوری تو اون مرحله که باختی آلرت تریتوری میشه، زرد میشه و بعد سخت‌تر میشه کارت. اگر رو مرحله باس به بازی که کلن کمپین فیل میشه، بعد این طولا رو میبینید، اینا کلن میپره. من این کیف راستم پر بود، و پرید کلن. فقط تنها چیزا که میمونه این دیواره است، تفنگایی که رو دیواره میمونه. اگر نبرده باشی، مثلا یه بار اسنایپر دومیه بالا رو بردم، فیلی شدم و از دستش دادم. خیلی بیرحمه میگم. خب بذارید من قشنگ توضیح بدم بهتون. ببین اینجا من الان 2 تا میشن رفتم، بعد خیلی فانه، یعنی لازم نیست شما سایلنت اساسین برین و فلان. ما همین که آلرتده رو انتخاب میکنیم یا امبروز رو انتخاب کنیم. ببینم اینا چیه. بعد روش که میزنی ببین نوشته که ابجکتیوات چیه که پی اوت بده. eliminate guards با اساد رایفر باید بزنی، با شاتگان هم باید بزنی. do not get caught on camera. اینا بهت پول اضافه میده. بالا سمت راست پولیه که من الان دارم و کلی هم خرج کردم. بعد سیندیکیت، گروهک های مختلف هن، شما انتخاب میکنی. حالا بهتون اونجا هم میگم، الان سخته. ما برای اینکه باسمون رو بریم روی این بذاری بریم فعلا، که باسمون رو بریم رو اونی که آلرتد نیست. خب ابجکتیوا چیه؟ make target sleep، کار کن لیز بخوره زمین. silent target take down با rare melee، یعنی یه چیز نزدیک آیتم اینجا داری. اپیکو ریر و اپیکو لژندری و کامن بعد ریر بعد اپیک بعد لژندریه. الان میگه با یه دونه ریر مله بزن چیز کن. پرفکت شوتر هم یعنی این که تیراتش کدوم خطا نباید بره. بعد یه دونه پرستیج ابجکتیو داریم، 3 تا آپشن بهت میده که برداری. خب مثلا من الان سایلنت اساسین وسطیه رو برمیدارم. این دیگه الان ماشینمون دیگه اونقدر فان نیست، چون میخوایم سایلنت اساسین بگیریم. 5000 تا به اضافه میده. خیلیه توی، یعنی سایلنت اساسین سوت اونلی 6000 تاست بالاترینه، بعد سایلنت 5000 تاست. موز برای لیز خوردن، ریر مله برای کشتن و اینا. آیتماتو برمیداری. اون گیر کپاسیتی بالا چپ رو میبینین. اون کپاسیتی یعنی این که اینقدر بیشتر نداره. من 10 از 11 هم. مثلا تفنگ اسنایپر 3 تا میگیره، بعد باز بستگی به تفنگش داره. خب ما میشه رو انتخاب نکردیم، بذارید انتخاب کنم. حالا بعدن خونه رم بهتون نشون میدم که چیه. خب ما میشه همین آیل آف اسکیل رو انتخاب میکنیم. آیل آف اسکیل نمیدونم، حالا همین. خب
بریم ستارت میشن. با قایق رفتیم. الان نمیتونم اینقدر فان بازی در بیارم چون میخوام سایلنت اساسین رو بگیرم. خب ولی یه سری میشنای دیگه هست که واقعا میتونه فان باشه، واقعا میتونه فان باشه، یعنی میتونه باحال باشه بخوره. خب بریم ببینیم از کجا شروع میکنیم، کیان چیان. اصلا این هم دست خودت نیست، تو فقط اولش باید ببینید وقتی که میبازید کمپینو لخت میشید. اون تفنگایی که رو دیواره رو داری ولی خب بیشترش SMG و سنایپر و ایناست، بهتر از هیچیه. ولی من مثلا بیشترین سلاحی که استفاده میکنم سایلنس پیستولمه. من نمیام مسلسل بگیرم ببندم همه رو مسلسل اینجوری، برای همین مثلا برای من خیلی سخت میشه. حالا بریم میشن رو انجام بدیم تا ببینیم چه جوری میشه. لونینگش هم همیشه طولانیه چون که مرحله رو باید بچینه. اوه از این لوکیشن عجیب شروع کردیم. چرا انقدر لگ؟ آها اوکی فهمیدم چرا انقدر لگ. الان درست میشه. خب الان ما تو هاستایل اریا انداختمون. آخه این جوان مردانه است واقعا جوان مردانه هست. آیا بیا بیرون حاج آقا، بیا بیرون، بیا بیرون، بیا از دل خاک بیرون بیا. سایلنت اساسینه، بعد یه ریزه حوصله سربرتر بازی کنیم. ولی خب حالا اینم مثل میشنای دیگه است دیگه. کوینم دارم. خب چرا انقدر سکه رفت؟ بهش میرسم قبل از اینکه بره تو. نرو بیا بغلم. رسیدم. واو به موقع رسیدم. جلوی پنجرم نریم، عوض کنیم. این یکی از بهترین دیسکایزهای آیل آف اسکیل هم هست. خب چی جا نذاشتیم؟ نه بریم شروع شد. هر دفعه تارگتاتون ممکنه فرق کنه، استارتینگ لوکیشنتون ممکنه فرق کنه. تا اگه میبینید سه چیزا رو من بلدم چون این میشن رو مثلا به بهانه‌های مختلف بازی کردم دیگه. میدونی چی میگم؟ کلن خوشم نمیاد از این آدمایی که رو پلن. راستی بالا یه دونه چیز بود من بر نداشتم. این اسکولا یه تارگتمون اینه داره میاد بیرون. اوه برگردیم بیاریم ببینیم بالا چی بود. آخه تارگت اومد بیرون. جالبه توی دستشوییه. اوکی برای همه نایدمش. این یه پودری میندازه برایت لایت مثل فلش بنگه. اینو برمیدارم. من از این قیرتی بازی ها زیاد استفاده نمی کنم. خشک میزنم تو میشن. ولی اوکی این بیرونه. خب تو که معلومه قراره چی بشی. خداحافظی قراره باد بکنیم. ولی قبلش یه لیزی بخور جون تو. الان اونم درستش میکنم. وایسا فقط اونا نبینم. بیا دیگه بابا.
برای اینکه آزادی عمل داشته باشیم شما باید بیای تو بغلم. عمو بیا اینجا ببین چی بود بابا. صدا چی بود؟ صدا چی بود به نظرت؟ برو بهت بگم. برو ببین. برو. صدا رو شنیدی؟ آخ داشت بد میشد. میبینه منو سایلنت هم میره. به چرخ بابا. بیا تو بغلم. ساکت. تو هم بیا اینجا دامپش کنیم از اونجا که المینیت میشه اصلا میخوریم به مشکل. خب اولین تارگتمون رو بریم سیکتیرش کنیم. یه دونه سکه میذارم بعد پوست موز رو میذارم قبل سکه ببینیم میشه. یه ریز بد گذاشتم حالا اومد بیرون. بد گذاشتم. بلیز بخور. مرسی. تو رو خدا نبینه. تمام. Syndicate member eliminated. Well done, 47. به چه کیفی میده. ای وای سایلنت اساسینم کجایی؟ کجاست دوربین؟ من که از اینیم تا من تو. سایلنت هم میپره. میتونم برم رکورد پاک کنم بابا. نمیخوام انقدر زحمت. بیا اینجا ببینم. اینم یه راهش بود درسته؟ چطور بودم؟ اوف اون یکی که اون ته سومی کجاست؟ دوتا اوکی. خب یه سیف هم داریم ببینیم سیف. ای وای این منو میشناسه. ببینه به اینا میگن اینفورسر. اونایی که نقطه سفید بالاشونه برای کسایی که جدیدن میگم. اونایی که نقطه سفید بالاشونه دیسکایزتون میبینن. یه گیج زرد پر میشه وقتی به آخر برسه میشناستت میاد سمتت. ساسپیشس میشی و سایلنت اساسینت از بین میره. خب ما میخوایم سیف هم باز کنیم. ببینید یه سری مپا سیف داره. چقدر دوره. یه سری مپا سیف داره. بریم باز کنیم دیگه. طبقه یک پایینه. خب باش بریم. این مپ هم یه ریز تو در توه. میخوای اول اونو بکشیم بعد بریم اول اونو بکشیم بعد بریم. چطور بودم؟ اینم که منو میشناسه. من میام اول سمت تو پدر سوخته بعد میرم. Blake. And what are you supposed to be? A lion tamer? How ridiculous. Good. کجایی؟ اوه چقدر دور. اینم این بچه با یا میری جلو میزنیش یا اینجوری با تیر میزنی.
از کار افتاد. خب از این پشت بریم. اوف. این اگه یه دقیقه زودتر اومده بودیم کار ساخته بود. خب اونجاست، اون بالا جلو چشم همه. آخه این نامردی نیست. یا خدا. اینو باید با مله‌ای بکشم. مله‌ای ببینیم کجا میره دیگه. کاریش نمیشه کرد. اون بشکه رو میبینی بغلش؟ یه تیر میزنی سوراخ میشه، یه تیر میزنی آتیش میگیره. اکسیدنت اویله دیگه. نکن یه تیر بتونی بزنی. الان سیگار داره میکشه. خب اصلا هیچی. پس مله تک دهن رو میخوایم بی خیال شم. من به نظرم این کار رو بکنم بهتره. یه تیر بزنم به اون، این سیگار میکشه میره هوا. آره این کار رو میکنم. بعد اونو که زدیم ترکوندیم میرم دنبال سیف. لای کراود هم میتونید قایم شد دیگه. بلندینگ این کراود. بالا ریدار هم ببین. ریدار بالاش ببین نوشته بلندینگ این د کراود. اوف. ولی تو این دایره بیاد میبینتتون. پشت تو کردی به ما میریم بالا. با پیچ گوشتی راه آرومش سوراخ کردن. فهمیدم. ای وای. در نره فقط. عجیبه. خب بریم دنبال سیف. دونات میسه شات هم فیل شد. اصلا مهم نیست. من الان سایلنت اساسین و سیف برام خیلی مهمه. سیف هم باز کردنش یه چند تا کلو داری. من فکر میکنم اون خودش بمیره دیگه. سیگار که میکشه اکسیدنت کیل میشه. 1500 تا اونجا دست میدیم. ولی خب میگم اون برامون خیلی مهمتره. خب سیف کجاست؟ این پشته؟ توی اون اتاق است. اوکی خب من بیریکو بردارم. بعد ببینید برای سیف یه سری کلوها دوره بره. باید با کامرات اسکن کنی. مثلا الان بهتون نشون میدم. یکیشو اگه پیدا کنم. ورودی این پوفیوز کجاست؟ اون پشته. ببین لپتاپ یکیشه. دوربین رو برمیداری اسکن میکنی. اینجوری یه تایم میگذره. یه دونش حل شد. خب حالا میریم ببینیم بعدیا کجا. اینجا چیزی نداریم. بریم نزدیک سیف.
deemed worthy, you get promoted to ARC member. I could do that. وای اینو باید آنلاک کنیم. با چی آنلاک کنیم بابا؟ ای بابا. اینم دومیه سیف. یا تبلته یا لپتاپه یا یه سری داکیومنت. Well آها done. اون مرد نکن بالا. This will surely be a blow to the syndicate. اکسیدنت. Get back to the safe house. I'll be in touch. I suggest you اکسیدنت. put that away. سایلنت اساسین هم هنوز آنه. آقا من نمیتونم اونو آنلاک کنم. بریم زودتر این میشن تموم شه. الان خطریه، من میترسم که به داستان بخوریم. برام پوله مهمه. یه اونو چون لاک پیک ندارم نیاوردم دیگه، چون فریلنسر باید لاک پیک بخری. آها یه چیز دیگه. وای خب باشه فعلا همین بلش کن. خوب بریم مرحله بعد رو میخوایم فانتر ببریم جلو. اینجا یه در بریم. بچه این فریلنسر بود. سایلنت اساسین رفتیم حدود 5000 تا میده، ولی اینجا مهم نیست سایلنت اساسین بری مگر اینکه ابجکتیوت باشه، مثل الان که ما پول بیشتری با این قضیه گرفتیم. الان کلین آی سی اساسین هم یعنی تمیز 6850 تا بده برکت. الان برمیگردیم توی هاوس. خونه رم بهتون نشون میدم و بعد میریم برای مراحل بعدی. حالا باز برمیگردم پیشتون یه روز دیگه، یه ساعت دیگه، ولی خونه رم بریم ببینیم. دیزاین اوتساید و اینساید و پارکینگ و فلان باحاله. بعد خودت دکوریتش میکنی دیگه، دکوراسیون میچینی، این با خودته. خوبیش اینه. یه ریز لودینگش طولانیه. ببینید الان اینجا سیف داشت و یه آدمی که ازش سپلایر را به تفنگ و چیز بفروشن. یه آدمن تو مپ، با پولت میری میخری. من هر مپ میرم. یک نمیخواستم ویدیوز طولانی شه، دو نمیخواستم که سایلنت اساسین رو ریسکشو بکنیم. الان رسیدیم به باس. حالا باسو بهتون یه روز دیگه الان بعدن توضیح میدم. اینا نشونه های باسه. ما قیافه بهت نمیده، از روی این نشونه هایی که اینجا نوشته باید پیداش کنیم. خب بریم خونه. خب اینجا پارکینگه، یعنی گاراژ، یعنی زیر خونه است. پارکینگ چی؟ ببین اینجا مخفیگاهه، اینجوری بهتره. یه سری وسیله هست که رو دیوار میتونی بچینی، مثلا یعنی این که میتونی برداری بعد بذاری سر جاش. مثلا من الان این چاقو رو برداشته بودم میذارم سر جاش. چرا میذاریم سر جاش؟ چون که اگه تو میشن ببازی اون از دست میره، اون اسلحه‌ای که با خودت بردی. اینجا شوتینگ رنج همه. من عاشق این اسنایپرم. میدونی چرا؟ الان بهت میگم چرا. اون بالایی لژندریه ها، خیلی هم قوی تره، ولی من عاشق اینم. این منو یاد اولین یاد هیتمن چیز میندازه. هم بلادمانی داشت هم کانترکتس فکر میکنم. ناکن صدام چی میزنه برات وقتی آوه ماریا رو میزنه. آوه ماریا. این موزیک رو میزنه. کسایی که هیتمن یکو بازی کردن میدونن چیه این داستانش. هیتمنهای قدیمی رو. خیلی هم موزیک معروفیه آوه ماریا. قطع میشه. خب
خب اینو بذارین سر جاشو بریم بالا. خب اینجا مخفیگاه همه، پس اینا رو مثلا خودم دیزاین کردم یا اینا طولمه. هر وقت به بازی این طولات کلن میره، یعنی این دیگه کاریش نمیشه کرد. توی میشن باس البته، توی میشن باس اگه به بازی کل این طولها خداحافظی. خب بریم بالا. اینجا میرسیم به خونه قشنگ خودم. کیچن و لیوینگ رومه. اینجا هم در مخفیه. ببین احساس بچگی دوباره بهم دست میده این کارا رو میکنم. اینجا رو خودم چیدم، دیزاین اورینتال زیبا. این میزم که خودم، بعد یه سری چیزاش قفله. اینا مثلا همه این اکسسوری ها و دکوریشن ها کار خودم. اینجا هم بیرونم اورینتال رفتم. بعد ببین اتاقاشو همینجوری که میرین جلو باز میکنه، از اول همش باز نیست. 3 ماشین دارم. این ماشین کلاسیک، 2 کلاسیک دارم، یه موتور. حالا مثلا این کلاسیکه رو شما میتونین مثلا اینجا اینجوری عوضش کنی. من کلاسیک گذاشتم هیتمنی تره. بیا مثلا اینا میذاریم. بعد اینجا راهرو، طبقه بالا آفیس و بدروم همه و این نقاشی ها، این چیزا همش رو خودم گذاشتم. الان بدروم یه یه دکوریشن جدید اینا آنلاک کردم اون دفعه. اینها این همینو داریم فقط. خب بعدیاشو دوباره آنلاک میکنیم. این بدروم تخته هنوز درست نشده. این واکینگ کلازت همه. آره چون میتونی سوت بپوشی. و این هم از این. اینجا کجاست؟ اینجا آفیس همه، هنوز کامل نشده. داریم میبینین کتابخونه هم کامله. عرضم به حضورتون که چی داشتیم؟ این بالا جیم هم داشتیم یا جیم پایین بود؟ نه جیم پایینه. یه جیم این پایین هست. این که باتروم و دستشویی این جیم. یه چیز جدید واسه جیم. نور و رنگه. چه رنگی کار کنیم؟ این رنگ رو دوست داشتم. اون اورینتاله میخوام به اون بیرون بیاد. این سبزه هم باحاله. این قرمزه ولی بیشتر از همه چاینیزه به نظر من. اینم از این بیرون هم آتیش بازی میکنن برامون. شب بود میدیدید بعضی موقع شب قشنگ میشه. من با همین صحنه زیبا از شما خداحافظی میکنم و میایم دوباره ویدیو بیشتر میذاریم. به خودم که خیلی حال میده، حالا امیدوارم به شما هم حال بده. توی فریلنسر خیلی فانتر و دستبازتر میتونیم بازی کنیم، میتونیم بذاریم بتره کنیم همه رو و خواهیم کرد. این میشنی که الان انجام دادیم سایلنت اساسینشون خواستیم بگیم. آقا پس تا بعد فعلا.